اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز برنامه آستانه، امروز با هم در یک موضوع هستیم که خیلی ها به این موضوع با یک نظری درشت و یا اینکه با یک نظری یک پهلویی نگاه میکنند و گمان میکنند که اصلا ناعدالتی است که برای یک مرد اجازه شده باشد که تا 4 تا زن گیرند و بعضی ها این مسئله را گمان میکنند که حتمی است و هر یک مرد باید زن دوم و یا سوم و یا چهارم داشته باشد. اگر نداشته باشد این خودش گناه می باشد. بیایید ببینیم که خود شریعت در موضوع بسیار زنگی چی میگوید و خود مردهای تاجیکستان و زنهای تاجیکستان به این چگونه نظر دارند و بیایید حل کنیم این مسئله را که بسیاری ها در آن عموماً نمیدانند چی کار کنند و چگونه حلش کنند و چگونه باور داشته باشند که می شود که در بعضی حالتها با یک چند زن زندگی کرد و یک چند زن با هم اشکالهای زیادی نداشته باشند. پیش از وارد شدن به داخل موضوع عزیزان، اینجا میخواهم چیزی را اولا یا گفتیم تهمت را از پیامبرمان صلی الله علیه و سلم برطرف کنم. خود دشمنان اسلام و این چنین بعضی از نفرانی که درباره زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم معلوماتی کم دارند و یا با نظر مسخره آمیز نگاه میکنند، گمان میکنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم یک مرد شهوانی بودند، یک مردی که تمام عمر با زنهای جوان ازدواج کردند و حتی برای خود اجازه دادند که تا 11 زن بگیرند و خود غرب کفار هم که برایشان همه بد اخلاقی ها جایز است، همین چیز را همچون مسخره نگاه میکنند و برای مسلمان ها این چیز را یک عیب می دانند. پیش از همه باید بدانند و بدانیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم در آوان جوانی، آن هم در 25 سالگی، با یک بیوزنی از خود 15 سال بزرگ، خدیجه کبرا ازدواج کردند. آن هم خدیجه که پیش از پیامبر صلی الله علیه و سلم 2 شوهر داشتند و فرزند هم داشتند. اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم در ذات خود یا شخصیت خود یک مرد بودند که همیشه به عیش و عشرت داده شده بودند و در زنها فقط نگاه فیزیکی داشتند، اولین همسرشان یک زنی 45 ساله نمیشد. بعد از این اگر گفتیم خیر آن وقت پیش از پیامبری بود، بعد از پیامبری دیگر به بسیار زنی شروع کردند. عزیزان، بعد از مرگ حضرت خدیجه نیست پیامبر صلی الله علیه و سلم دویم باره با سوده ام المؤمنین که سن و سالشان هم بزرگ بود و در خود سیر آمده است که زنی بزرگ جسته و فربه بودن ازدواج کردند. یعنی یک جوان پی در پی اول با یک زنی 45 ساله، بعد از آن باز با یک زنی کلان سال فرزنددار ازدواج میکند و آن هم بعد از پیامبری و بعد از 54 سالگی یا گفتیم 55 سالگی بعد از آمدن به مدینه، آن هم به سبب‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم یک چند بار ازدواج میکنند که هر یک همسر پیامبر سبب آزادشوی مردم زیاد، سبب صلح و سبب آسایش بین قبیله ها گشته بود. پس آنهایی که میگویند پیامبر شما یک مرد شهوانی است، بدانید که پیامبر ما در 25 سالگی خودشان یک بیوزن فرزنددار را گرفته بودند. بعد از مرگ آن همسر هم باز با یک بیوزن دیگر، اون هم سن سالش بالا، با سوده ازدواج کردن. بعد از این بعد از به مدینه آمدن و الکی سن سالشون هم بالا شدن، سپس با جوان دخترهای مثل حضرت عایشه و حفصه و دیگر جویریه و اینها ازدواج کردند که هر یک ازدواج پیامبر پر از برکت بود و پر از صلح بود. سپس بعد از این مسئله که
کی هاست میخواستم بگویم، بیایید شروع میکنیم به موضوع بسیار زنی در اسلام که متاسفانه بعضی نفرانی که حتی کاملا از شریعت با خبر هستند یا بعضی خواهرهایی که میگویند همیشه من در زبان دعا دارم و از این چیزها، اگر درباره دو زنگی صحبت کردید یک بار گویا که آنها را با قوه برق زده شد، از جایشان میخیزند و میگویند این مسئله در زمانش بود، این آیت در زمانش بود، الان آیت دیگر هست، الان اوضاع دیگر است. و عجیبش بعضی از نفران دیگر و حتی بعضی از برادران میگویند مرد نیست نفری که زنی دوم نگیرد و این رو هم در بسیار جایها میشنوید. اولا بیایید ببینیم که چون دستور مایان مسلمان ها قرآن کریم است، درباره بسیار زنگی الله چی میگوید. و در سوره نساء الله میگوید فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملکت ایمانکم. و در دوامش ذلک ادنی الا تعولوا. الله در این آیت میگوید شما ازدواج کنید با آن زنهایی که برای شما معقول هستند، دوستشان داشتید. می توانید 2 تا زن گیرید، می توانید 3 تا زن گیرید، می توانید 4 تا زن گیرید. اما بعد از این میگوید فإن خفتم الا تعدلوا، اگر ترسیدید که شما عدل را، انصاف را، برابر حقوقی را بین زنهایتان، خواه 2 تا باشند، خواه 3 تا، خواه 4 تا، اگر رعایت کرده نمی توانید، از نفرانی هستید که وقتی 2 تا زن گرفتید به یک ظلم میکنید، به یک مهربانی زیادتر، به یک زیادتر شرایطش را مهیا میکنید، دیگری را زنی دوم گفته پرتافته میمانید، فواحدتن، پس 1 تا زن بگیرید. او ما ملکت ایمانکم، یا هرگز زن نگیرید. در آن زمان که کنیز داشتید با کنیز خود زندگی کنید که کنیز هم البته پس از فرزنددار شدن دیگر همسری شرعی حساب می شد. اگر به همین قرآن کریم نگاه کنیم عزیزان، می بینیم که پروردگار با شرط برای مردها اجازه می دهد که زنی دوم و یا سوم و یا حتی 4 گیرند، با شرط اینکه عدل را چه از جهتی مهربانی ظاهری، برای اینکه در قلب انسان نمیتواند کسی را زیاد دوست دارد و با آن خودش با قلب خود مسلط باشد. کار دل انسان است، ولیکن انسان تا میتوان باید چنان عقلش را بالای قلبش مسلط کند که دیگر قلب انسان را به گناه نکشاند. و اینجا الله میگوید اگر شما عدل کرده توانتون، چه از جهت تقسیم وقت، تقسیم شب و روز، چه از جهت مهیا کردن شرایط، چه از جهت محبت ظاهری و عموما ظاهری مناسبت کردن، پس می توانید شما 2 تا گیرید یا 3 تا یا 4 تا به قدرت خود نگاه کرده. اما اگر نمی توانید پس 1 تا بگیرید یا عموما زن نگیرید، با کنیز خود زندگی کنید که این بهتر است به اینکه ظلم نکنید، یا این کار شما نزدیکتر به آن است که شما اگر فقط 1 تا گرفتید ظلم نمی کنید. و از خود این آیت دلیل گرفته می شود که دوم زنی، سوم زنی، 4م زنی هرگز فرض نیست. این امری هست که مباح است. انسان اگر عدل کرده تواند، شرطش اینجا عدل است، عدل کرده تواند، چه از جهت خورانیدن و پوشانیدن، چه از جهت معامله ظاهری، چه از جهت تقسیم وقت، او در این وقت می تواند 2 تا گیرد یا 3 تا گیرد یا 4 تا، از 4 تا زیاد نیست. و اما عدل کرده نتواند، برای او حرام است که زنی دوم گیرد. و چی این عدل از روی مهیا کردن شرایط باشد، چه از روی تقسیم وقت باشد و یا معامله ظاهری. وقتی میدانیم که مرد چون ضعیف هست، یعنی مرد آنقدر شخصیت ضعیف دارد که از زن اولش میترسد و زن دومش را گرفته پنهان کرده میماند و او نگاه و بین نمی کند، او را به حالش میماند، در این وقت بهترش به زن دوم نرود، برای اینکه این کار ظلم است. و حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث خود میگویند من کانت له امرأتان فمال الی احداهما جاء یوم القیامة و شقه مائل. هر کسی که 2 تا زن داشته باشد و به 1 تاش زیادتر مناسبت کند یا به 1 تاش زیادتر معامله داشته باشد و با یکیش خوب با دیگرش بد باشد، روز قیامت نصف بدنش فلج یا اینکه با نصف بدن برمیخیزد، چون به نیمه خودش در زندگی
مناسبتی خوب داشت و با دیگری نه. پس این مسئله اتفاقی است که اگر میدانی که عدل کردن نمیتوانی چون شرایط نداری یا خودت طبیعتا انسانی هستی که هرگز بین دو نفر معامله کرده نمیتوانی، از یک تاش زیادتر میترسی از دیگرش نه، یا اینکه یک تاش رو پنهان کرده میمونی، در اینجا کسی اجازه نمیدهد که مرد از زن دوم گیرد و یا سیوم گیرد و یا چهارم. و اینجا میخوام عزیزان به این چیز هم توجه کنید که یک قصه دروغین است در تاجیکستان، گویا که مرد خیلی کم بغل بود و بعد از زن دوم گرفتنش وی با ثروتمند شد، سیومش رو گرفت خیلی ثروتمند شد، چهارمش رو گرفت عموما زندگیش از 100% شد. قصه دروغ است، چون این حدیثی وجود ندارد. و اینجا خودی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. هر کسی که شرایط ازدواج را داشته باشد، اون هم اولین شده شرایط جسمانی یعنی سلامتی، دومش یک نفر رو میگیره و از عهده نگاه و بین و خوردن و پوشیدن و جای خواب او میبرایی، پس ازدواج کند. اگر نمیتوانید فعلیکم بالصوم، پس شما روزه گیرید، چون روزه انسان رو از شهوات دنیا باز میماند. و اینجا را نگاه کنیم که پروردگار آره این چیز حلال است و کسی که این را حرام میگوید عموما ضد آیت قرآن کریم گپ میزند، ولیکن برابر حلال بودن مشروط به عدل را رعایت کردن میباشد. و عجیبش در خود همان سوره نساء الله میگوید ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه و این تصلحوا و تتقوا فان الله کان غفورا رحیما. ای مردها هر کار کنید هم، چقدر کوشش کنید هم، شما بین زنها عدل کردن نمیتوانید. و اینجا جمهور علما میگویند این عدلی که پروردگار در این آیت گفته ایستاده است که هرگز شما عدل کرده نمیتوانید، این محبت قلبی است. محبت قلبی هست که انسان به قلب خود هرگز حاکم شده نمیتواند. گاهی می شود که انسان تواند هم نتواند هم یکی از زنها را زیاد دوست می دارد. برای همین هم پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته بودند، اگرچه در خود سند حدیث بسیاری از علما ضعیف میگویند اللهم هذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک. حضرت عایشه میگویند پیامبر میگفتند که پروردگارا این قسمت یا تقسیمی که من بین همسرانم کردم، شب در نزد آن شب در نزد آن و از خوراک اینها، این چیزی که من ظاهرا میتوانم اما کاری که کردن نمیتوانم و قلبی که در دست تو است، تو مرا به خاطر کاری که از قلبم میگذرد و یکی را زیادتر دوست میدارم مرا مؤاخذه نکن. و اینجا هم الله میگوید هر چی کنیتون هم در محبت شما بین زنها خودتان عدل کرده نمیتوانید. اما دوامش میگوید فلا تمیل کل المیل فتذروها کالمعلقه. این کار دل بوده است، دل من یکی رو زیاد دوست میدارد، گویان با یک نفرش کاملا مائل کرده دیگری رو معلق در مابین راه نمانید. معلق معنیش این است که وی زن نه شوهردار است نه بی شوهر است. اگر شوهر ندارم گوید در نکاح نفری است، اگر شوهر دارم گوید شوهر به خاطر زن دیگرش خواه یکم باشد، دویم باشد، سیوم باشد، چهارم باشد به نزد این نمی آید. برای همین الله میگوید پس کاملا به قلب خود میل کرده، عقل خود را هم بالای قلب دیگر فرمان روا کرده، دلم همین رو خواست دیگر چیکار کنم. گویان یک زن را معلق در مابین راه نگذارید که او نه همسر است نه همسر نیست، بلکه تصلحوا و تتقوا، باید شما اصلاح کنید، از الله بترسید و به زنها هرگز ظلم نکنید. پس اینجا عزیزان گاهی می شود که در حقیقت مرد خیلی می خواهد که در محبت بین زنها یک خیل باشد، اما به یک زیادتر در قلبش مناسبت دارد، اما در ظاهری در تقسیم وقت در مهیا کردن شرایط اینجا هیچ فرق نمی کند دویم زن رو کی گرفت، سیوم زن رو کی گرفت. برای اینکه یکی از اشتباهاتی که حتی در بین بعضی از صاحبان علم هم هست، گویا که زنی دوم هستی هرگز مثل زنی یکم حق نداری، تو در جایت هستی و ایرا من 20 سال پیش گرفته بودم تو رو الان گرفتم، گمان نکن که به تو هم من خانه و در میکنم، تو در همین خانه مادرت استادن گیر. چنین گپ وجود ندارد. وقتی مرد شدی و
ببخشید سنت گفتی یا چیز دیگر گفتی و زن گرفتی، عیناً حتما همان گونه‌ای که شرایط برای زن اول مهیا کرده حتما باید زن دوم هم داشته باشد. و اینجا بسیاری ها هم میپرسند که پس چرا شریعت به همین چیز اجازه میدهد، در حالی که خودی همه میدانیم که با آمدن زن دوم برای زن اول جور است و زن اول خیلی از این کار میسوزد، عذاب میکشد، حالتش بد میشود. چرا به این شریعت اجازه میدهد؟ پیش از همه عزیزان بدانید که هر چیزی که در شریعت حلال است بجز برای سعادت مردم دنیا چیزی دیگر نیست. اول شده گاهی می شود که در حقیقت یک مرد زن دارد اما زنی بیمار دارد یا زنی نوزا دارد یا زنی دارد که با او مناسبتی زن و شوهری کرده نمیتواند، الکی زنش سن سالش به بالا رفته است و اگر این مرد همسر دوم نگیرد خواهی نخواه به یگان گناه دست میزند. انا اینجا میگوید اجازت هست من میتوانم زن دوم گیرم. یا گاهی میشود که چگونه که در حدیث آمده است پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند در هرچی آخر زمان روز قیامت نزدیک شدن میگیرد تعداد مردها کمتر می شود و تعداد زنها زیاد می شود و حتی که برای یک مرد تا 50 زن راست می آید. و خودی همون در جنگ شوروی که بین اتحاد سوویتی و کشورهای مثلا با گرمانیا بود یا آلمان بود، میگویند بعد از همین جنگ در خود آلمان به یک مرد 5 تا زن راست می آمد که حتما باید در آنجا اجازه داده میشد که تعدد یا بسیار همسری رو اجازه دهند وگرنه زنها بی فرزند میموندند. و چیزی دیگر چون این تقاضای زمان است و خود قانونی دیگر پروردگار در روی زمین است، روز از روز با دلایل بیماری یا اینکه خودی جنگ و چیزهای دیگر مردها کم میشوند، زنها زیاد میشوند و هر زن حقوق مادری دارد. هر یک زن او حق دارد که مادر شود، حق دارد که همسر شود، حق دارد که زن یک نفر شود، نه بیوه یک نفر. پس بدانید که برای چی مثلا ما خیلی میگیم برای زن اول خیلی سخت است، اما اون زن دیگری که از حقوق مادریمون، از حقوق همسریمون و در یک کنج حتی تا چندین سالگی به شوهرمون حق او چی می شود. پس اینجا هم به اینها نگاه کرده شریعت این رو اجازه می دهد. و البته که چیزهای دیگری هم هست که بعضی از مردها رو با قوه الله آفریده است که آنها هرگز نمی توانند با یک همسر زندگی کنند وگرنه به گناه می روند. پس برای آنها اجازه می شود که همسر دوم و یا حتی سوم هم داشته باشند. ولی با این که میگویم شریعت این چیز رو اجازه میدهد و عجیب است که یک زن، من این رو درباره صحبت میکنم برای اون که بسیاری گمان میکنن این چیز برای مردها آسان است و زنها این چیز رو گفته هم نمیتوانند، خیلی مشکل است. و ببینیم که چرا در تاجیکستان همین سنت یا همین چیزی که مباح است درست برده نشده ایستاده است و شاید که از 100 عائله که بسیار زن هستند 2 عائله پیدا شود که آنها خوب هستند، بقیه 98% حالتشان بد است که کمی بعد انشالله خواهری که خودشان همسری 4م بودند سخن اون نفر رو میشنویم. اینجا اول بیاید ببینیم که چرا در تاجیکستان همین چیز یا گفتیم همین بسیار زنی را رعایت کرده نمیتوانند و تقریبا هر زنی که زنی دوم شد و یا هر زنی که بالایش زنی دیگر آمد دیگر میگوید این یک بلا بود یا مصیبت بود که در حیاتم بالای من آمد. پیش از همه باید بدانیم که در مشکلاتی که بین زنها می شود یا بین عائله ها می شود اول شده این مرد گناهگار است. نه کار زنها هست، من به کسی کار نمیدارم گفتن عموما غلط است. این پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن که بین 9 نفر زن اصلاح کرده توانستند. آره رشک می شود، رشک بود، رشک یکی از طبیعتاً جزء از اخلاق انسانیت هست یا جزء از طبیعت انسانی است که آن را به کاملا از یک نفر کشیده گرفته نمی شود و در همه زنها بود، در زنهای پیامبر هم بود و خود حضرت عایشه هم حدیثشان در صحیح بخاری و دیگر کتاب ها هست که چگونه از رشک خود حکایت میکنند. لیکن
رشک تا جای رسد که زن دوم و یکم همدیگر رو سحر و جادو کنند، کشتن همدیگر به حتی راضی باشند، به زهر دادن و دارو دادن برای دعای بد کردن به فرزندان و که فرزندها تلف شود، یا اینکه بعضی حتی تهمت های برعلا بر زنا که زن یکم به این گناه رفت زن دوم. این رشک نبو این یک بیماری خودخواهی است که متاسفانه با پست شدن ایمان هر یک زن و عموما اخلاقیت انسانیت و انصاف و رحمت وقتی از بین می رود، یک زن را آن هم رشک نمیگوییم، خودخواهی آنقدر کور میکند که او میخواهد کلی بلای دنیا را بالای زنی که او هم همسر شوهرش بریزاند و این سبب اولش خودخواهی هست که گویا یک مرد را مال شخصی خودم هست به کسی نمیدهم گویان این زن زندگی کرده بود. دوم این است که گویا که او آمد و دیگر مرا زندگیم را نابود کرده ایستاده است، در حالی که خوشبختی اساسی خوشبختی که در قلب شما هر روز نشأ و نما میکند. هر کسی که قلبا سعادت را ندارد ظاهرا هرگز صاحب سعادت شده نمیتواند. اولا خیلی که گفتیم مشکلی در خودخواهی یا پس شدن اخلاق زنها هست که گاهی زنی یکم این را میکنند، گاهی زنی دوم. در این باره هم انشالله با هم صحبت میکنیم برای آنکه همش را بالای زنی یکم مانده نمیشود، بالای زنی دوم هم. آره عائله هایی هستند که با آمدن زنی دوم زنی یکم دیگر تلف شد و نابود شد و خار شد و عائله های هم هستند که زنی دوم شدند و از دست زنی یکم به چنین عذاب ها گرفتار شدند و این مسئله یک مسئله نسبی است که به هر عائله نگاه کرده که زور است همان دیگر معرکه را میبرد. و چیزی دیگر اینجا ضعیفی مردها یا ضعیفی شخصیت مرد است. مردی که آنگونه همسر خود را تربیت کرد یا در داخل عائله آنگونه قدم زد که سبب اختلاف و بدبینی بین زنهایش شد و یک چند عائله هایی که من شخصا با چشم خود مشاهده کردم، عائله هایی که حتی 4 زن و 3 زن و 2 زن داشتند و با هم خوشبخت بودند یا خوشبخت بودند هم نه با هم مراسا داشتند، میگویند سبب اول شوهرمان است که حتی در خریدن یک تا جورب بین زنها عدل میکند، در خریدن 1 کیلو سیب بین زنها عدل میکند، نمیگذارد که یک نفری ما گمان کنیم که نفر دیگر آمد و حیات ما را تنگ کرد. یعنی آنقدر عدل و انصاف را رعایت میکند که ما هیچ شکایت نداریم. انا اینجا البته که مرد هم یا شوهر خانه هم اینجا کلیدی اساسی است برای اون که این سنت یا گفتیم این چیزی که در شریعت مباح است به یک جنگجولی و به یک ناکامی تبدیل نشود. و البته که از اطراف سخنهای اطراف گاهی می شود که یک زن به همه چیز راضی هست، همین که آمد و خواهرش به او چیزی را یاد داد، همین که همسایه ها با انگشت نشان داده گفتن انا فلانی را بینید شوهرش بالای زن گرفته است، دیگر او هیچ چیز را تحمل کرده نمیتواند و تمام بغض و عداوت خود را می رود و بالای همسر خود همش رو میریزاند. و به هر حال سبب ها خیلی زیاد هستند و مهمترینش اینها خودخواهی و ببخشید ضعیفی خود مردها و البته اطرافی که متاسفانه زنا رو، آیین بازی رو، حرامگردی رو، معشوقه هایی که آنها از بیماری خلاص نیستند و حتی یک مرد هزارها معشوقه هم دارد و داشت، این رو با یک چشم عادی نگاه میکنند. اما زنی حلالی با نکاحی که یک مرد با اجازه پدر و مادرش او را گرفت و گفت از او با او خانه‌داری میکنم و من فرزندی حلال به دنیا میارم، با انگشت نشان میدهند که انا فلانی را بینید که زن دوم دارد، که البته این همان غبارها گفتیم یا پلیدی های هست که از دیگر مسیحیان و اتحاد صفیتی با ما که خود در دین مسیحی اگرچه در خود کتاب هایشان نباشد هم آنها بسیار زنی رو حرام میدانند. و چیزی دیگر بعضی گمان میکنند این اسلام است که آمد و بسیار زنی را تشویق کرد. پیش از اسلام این چیز نبود، گویا که کل دنیا از بسیار زنی بیخبر بود و این اسلام آمد و قرآن این چیز را اجازه داد، در حالی که در خود شریعت یهود هم درباره بسیار زنی صحبت می رود و خودمون میدانیم که خود ابراهیم خلیل هم 2 زن داشتند و این چنین در خودی مثلا سنن ابو داود هم آمده است، دیگر کتاب ها هم آمده است که بعضی از صحابگان تا 10 تا 8 تا زیادتر هم همسر داشتند. سپس پیامبر گفتند که در شریعت ما ببخشید باید
4 تا زن داشته باشی، از آن زیاد نباید زن داشته باشی و آنها دیگر بقیه زنهای خود را طلاق دادند. پس این چیز بود، در حتی در خود زرتشت ها هم بود، در تمام ادیان بود، در تمام دنیا این چیز بود و فقط شریعت آمد و این رو به یک ترتیب در آورد و گفت از 4 تا زیاد نمی شود که قدرت یک مرد خیلی خیلی هم از جهت جسمانی و هم از جهت اقتصادی بالا باشد، فقط می تواند با 4 زن را به عهده‌اش بگیرد. و اینجا عزیزان مسئله های مهم درباره بسیار زنی این بود و پیش از اینکه به سوال و جواب ها یا بعضی از گفته های دیگر برگردیم، میخوام اینجا صدای خواهر را نفر کارگران عزیزی که همکارها در تکنیک هستید بگذارید که درباره بسیار زنی میگوید و خودش هم زنی 4 بود و چی کشیده بود از آن میگوید و از آن خلاصه میبراریم که تا کجا مردهای تاجیک این عمل را کرده میتوانند. السلام علیکم و رحمت الله. خواهران و اپای عزیز، درباره بسیار زنگی مردها من گفتنیم که در شرایط حاضره تاجیکستان عموما نمیتوانند از عهده این کار برآمده. این به حد کاری، مقصد این کاری آسان نیست، این به حد کاری مشکل است. چند زنگی مردها مقصد عدالت کردن تنها در جای خواب نیستیم. خواهران و اپای عزیز، عدالت کردن یعنی بسیار چیزها هست در اینجا. من تنها همه قدر میگویم که همه در عین حال تاجیکستان ای طرفای اروپا فرق کردن نمیشه و جوان مردها یعنی مردهای حاضر زمان تنها از برای نفسشون میگیرن زنها را. یک وقت من هم زنی 4 بودم. اون من همه شوهر من زنی 2 زنی 3 و یعنی مرا نیز برای نفس خود گرفتگی بود. میبرن امی زنها رو در یک خونه گفتی گپا جا میکنن. من همه خودم قطعی زنی 3 در یک خونه میستودیم. بین زنها نفهمی ها میشود، بین زنها جنجال میشود، مقصد نفهمی های کلان میشود، دعوا میشوند، جنگ میکنن. نمیخواه گپا بسیار میشود. من قدر میگم که خواهرها و اپای عزیز کوشش کنن که نشوند زنی 3 زنی 4 نشوند. خیلی فهمیدن در کار بعضی اویله ها را از مجبوری میشوند، از مجبوری میکنن این کارا. کمان آدمایی که خیلی حالت ها را طاقت میکنن. من حاضر همه من خودم اویلم ویران شدگی از سبب هم خیلی نفهمی های بسیار زندگیم ویران شد. جوانای حاضر و عموما فهمیدن نمیشه، مردهای حاضر عموما فهمیدن نمیشه و چه خیلی که گفتم حاضر تاجیکستان طرف اروپا فرق کردن نمیشه و تنها از برای نفسشون میگیرن. 1-2 روز استفاده میبرن. وقتی یک چیز گپ میزنی، یک چیز طلب میکنی، بابا تو گپ نشان میتین که مقصد درک شده است، خواهی است نخواهی درک شده، مرحمت برو رفت. کمان آدمانی که زنهای خودشون رو سخت میقپند، کمان آدمایی که امی زنها به زنهاشون عدالت میکنن. من همیشه شوهر من واپسی عدالت کردن نمیتونست. قرار میگیرد. وقتی آیا که مثلا من جوان بودم، من یاش بودم، بسیاری وقتش رو با من صرف میکرد برای که از برای نفسش، تنها از برای نفس میکنن این کارها رو. معلمه جان، من همینقدر گفتم میتونم. معلمه عزیز، من دیگر دولت ها رو نمیدونم، لیکن همین از تجربه خودم گپ میزنم. معلمه جان، من خیلی که گفتم همه این وابسته از مستحکم بودن دین آدم هسته، دین مرد هسته. اینجا عزیزان پیش از همه اپای سایما خوش آمدید. خواهر و برنامه ما دیگر خوش باشد. پیش از اینکه سخن رو به شما دیم خواهر عزیزم، 2-3 نکته که همین خواهر ذکر کردن بیاید اهمیت دهیم. یکی گفتند مرا همراه همسر 3 در یک جای کرده بود. قصه زندگی این خواهر خیلی طولانی هست و مقصد رو نگاه کنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم همسران خود را به همه‌اش حولی جدا داشتند، خانه جدا کرده بودند. یگان همسر پیامبر همراه خود در یک حولی، در یک خانه یکسو ایستاد، در یک حولی زندگی کرده نبود. و این برادری که گفته سنت است یا با یک
سیمای اسلامی ازدواج کرده است، دو همسر رو آورد و در یک حولی ماند که خواهی نخواه بین زنها رشک می شود، خواهی نخواه. دیگر این یک جبلت یا طبیعت انسانی هست. و چیزی دیگر میگویند اساساً برای کمک به زنها نه، دستگیری نه، اساساً سبب اساسی اینجا من دختری جوان میگیرم یا من جوان دختر میگیرم، گویان الکی مقصد ازدواج اینجا تماما دیگر بود. و حالا این خودی فکر این خواهر بود که میگویند هرگز به این چیز راضی نشوید، یا اینکه مردهای تاجیک به این چیز هنوز تیار نیستند. و اینجا میخواستم اپای سایمه جان، خواهر عزیز، شما هم فکر خودتان را میگفتید که شما در همین مسئله چی فکر دارید؟ در این مسئله تمام مردها فکری مثبت دارند، همه میگویند هر چی باشد هم میشود، مرد این رو کرده میتواند، همه چیز به جای خودش است. بیاید ببینیم که این خواهر که همچون خودشان در تجربه دیده بودند نقل کردن. شما خواهر عزیز در این باره چی فکر میکنید که به فکر شما آیا مردهای تاجیک از عهده همین سنت میبرایند و آیا خود طبیعت انسانیت هم میدونیم که شریعت به این اجازه میدهد، انسانیت هم به این چیز موافق است یا نه؟ صدایشان نمیآید به فکرم. پس تا داخل شدن اپای سایمه، همین که داخل شدن به سوال ها جواب دادن، بیاید نگاه میکنیم به قسم سوال ها و همین که خواهر سایمه داخل شدن سخن را بهشان میدیم. سوال اول، همین کلمه خفتم از سستی مردک مگر گپ نمی رود؟ یعنی اینجا به مرد زن کلانی ترسک که زن گیرد قبرش زنی یکم میکند و عدالت کرده نمیماند، شب را برابر تقسیم کرده نمیماند. برای همین اگر ترسید که از عهده عدالت نمیبراید و همین ینگه زور بمانید. همین خیر نیست. مفسران چی میگویند درباره خفتم و این خفتم الله تعدیلو؟ این فقط زنی یکم به بر نمیگردد. اولا در این باره مفسران چی در ابن کثیر باشد چی در دیگر تفسیرها آمده است که و این خفتم الله تعدیلو، اگر از و این خفتم من زوجتکم الاولی و الله تعدیلو، اگر از عدل کردن ترسیدید. برای همین در دوامش یک تا یا عموما زن نگیرید هست. عجیبش در آن است. و شاید به این هم برگردد یک وجه تفسیر جدیدش این هم باشد که اگر از زن اول ترسیدید و میدونید که شما بین زنها مراسا کرده نمیتوانید، عدل کرده نمیتوانید، بهترش یک تا گیرید. ولی اینجا در تفسیر آمده است که عدل از جهت مهیا کردن شریعت، تقسیم کردن وقت و محبت ظاهری. اگر عدل کرده نمیتوانید پس با یک تا زنتان بمانید یا عموما با کنیزتان بمانید. اینجا اپای سایمه داخل شدن. بفرمایید اپای سایمه که میگفتید که شما خودتان شخصا چی فکر دارید در این باره؟ خب اولا السلام علیکم بر کل تماشابینان، بر شنوندگان و مخلصان گرامی قدر برنامه شما. واقعا یک موضوع جالبی بود که امروز از اعلان های این برنامه دیدم. بابت بسیار زنی، من که اونقدر سواد نهایت بزرگ دینی ندارم از شریعت و از فقه اسلام، اونقدر که هنوز برخوردار نیستم، خدا خیلی می آموزیم. من از جهت علمی اینجا در گفته گذاشتنی هستم. قانونهای طبیعت را ویران کردن نمی شود. می شود قانونهایی که خود انسان جاری کرده است آن را دگرگون کرد. قانون یگان دولت را می شود دگرگون کرد، دگرگونی وارد کرد. اما طبیعت که آفریده دست ما نیست. البته که قانونگذارش خودش اگر تغییر ندهد فرمانده های او را اجرا نکردن ناممکن است. بله. از جهت طبیعت مثلا از نباتات آغاز میکنیم. خداوند در قرآن گفته که آیا نمی بینید که ما نباتات را از جنس نرینه و مادینه آفریدیم. همین خرمازار را اگر نگاه کنیم، در یک قطار از 10 تا 70 عدد نهال خرما، درخت خرمای مادینه، همگی یک خرمای نرینه میشینانند و گردآلودی با همین خرمای نرینه و تمام خرماهای دیگر مادینه میرسد. اگر برابری شنانند، یک خرمای نرینه یا خرمای مادینه حاصل درست نمیگیرند. غیر از این درخت
گرفتیم بر پرندگان. مثلا در خانه شما پرورش مرغ پروری راه اندازی کردید. کیست که مثال بیارد مثلا 10 مرغ ماکیان گرفت و 10 خروس گرفت؟ کی؟ نمی شود. برای 10 12 یک دانه میخرند. پس قانون طبیعت همین قدر تقاضا میکند. پس چنین است که بسیار زن داشتن مرد روا است. خوب است که چنین فرمان شده. حکمت بزرگ دارد، چون داناترین از خداوند. کشورهایی که در آن شمار زنان نسبت به مردان زیادترند خیلی بسیار است در دنیا. از 235 کشوری که مثلا نامبر کردن ممکن کشورهای شناخته شده ترین، همچون دولت شناخته شده ترین، از این کشورها همگی من میتوانم یک چند تا نامبر کنم که شمار مردانش بسیار. مثلا در امارات عرب 247 مرد بر 100 نفر زن راست می آید از اهالی خودش. آنجا که مهاجرت بسیار است، مردان بیشتر آنجا سفر کرده و کمند این چنین کشورها. همه که خطای مثلا در خطای مردان بسیارند، چون که خودشان حساب و کتاب میکنند که پسر بیشتر به دنیا آید، یا خود اگر در بطن مادر دختر باشد اسقاط حمل میکنند، زیرا قانونگذاری دولت چین نمیگذارد سر فرزندی را و آنجا مرد بسیار شده رفته. یا خود شویتسیا، نروژ، ایسلند، مثلا این کشورها را نامبر میکنیم که مردان زیادترند. باقی دیگر کشورها من دور نمیروم، همون سابق شوروی را میگویم: لیتوا، لاتویا، استونیا، اوکراین، بلاروسیا، ارمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قزاق و قرقیز، ترکمنستان. در این جاها زن نسبت به مردان زیاد است. این مثلا مفهوم شد. ببخشید اپای سیما جان سخن شما را بریدم. من چیز دیگری که میخواستم به فکر شما، آیا شما خودتون در تجربه زندگی یا در رفت حیات دیدید که در حقیقت عائله های تاجیک از خود جامعه خود بیرون برای که صحبت با در همین موضوع هست، عائله های تاجیک آیا همین بسیار زنی رو رعایت کرده می توانند و خواهرهای تاجیکی ما آیا زن دوم شده یا زن یکمی که بالایشان بوقجان میگویند یا زن دوم می آید زندگی آسایشته کرده می توانند، یا مردم ما هنوز آنقدر هم از جهت اخلاقی هم از جهت دینی دور هستند که این مسئله هنوز برایشان بروقتر است و برعکس مشکلی بالای مشکلی میشه و چگونه که خواهر پیشتر در این باره گفته گذاشتم؟ بله، آنچه که از خواهر پیشتر من شنیدم واقعا حالت است که نفری که از سر خودش نگذرانیده باشد در کردنش دشوارتر. اما من دوام یک ماه در یک مسجد کشور اروپایی بودم و اونجا روس دخترها، بلاروس ها یا که استان ها، اوکراین های بودند که اسلام پذیرفتند و آنها یک محفل داشتند. ماه رمضان بود، محفل خود زنها بود، درس هم میخواندند و اعتکاف نشسته بودیم. بیشتر آنها زن دوم بودند. زن دوم یگان مرد مسلمانی که اینجا مهاجر است. زن سوم و چهارم هم بود در قطارشان. وقتی که من از آنها سوال کردم که چه درد مشترک دارند اینها، یکی گفت که من راضی هم که زن دوم هستم، عدالت رعایت می شود، اما من فقط از یک جهت ناراضی هستم. من نمیخواهم همسرم مقایسه کند بینمان، چون من نو اسلام پذیرفتم و هنوز خصلت های قبل از اسلامی من خیلی است و اون زنم چنین است، تو زنه چنان هستی. خب ببخشید صدای ماشین بسیار است، من در کوچه قرار دارم. انا این مقایسه ها کم باشد و کل دیگر بانوان هم گفتن بله ما هم چنین فکر میکنیم، ما را مقایسه میکنند. فرزندان او چنین است از آن تو، خانه وای چنین است از آن تو، رفتاری وای چنین است از آن تو. زن اروپایی که با شوهر تماما دیگرگون رفتار میکرد و هنوز احترام و اجرگذاری بر شوهر و اینقدر شوهرداری را چون زنهای آسیا، زنهای مسلمان نمیتواند. اما جهتهای دیگری هم شاید باشد که بهتر است. و یک نکته را باید گفته گذارم که با مردان بیشتر تعلق دارد. یک خواهره که تاجیک زبانی ما به روس زبان شوهر کرده، زنی دوم شد و گفت شوهرم از خانه زن یکمش یک سخن میبیارد: خواهرت به تو سلام گفت. حرف دیگر در همین 3 سال نشنیدم و این سخن خیلی یک معنی بزرگ دارد و این زن دلش ته است
این خاطرجام است که از این خانه هم به آن خانه یک سخن میبرد. خواهرت به تو سلام گفت. برای به خودی مرد خیلی وابسته است. به خودی مرد خیلی وابسته است. چون زن الکی میداند که مرد خصلت دارد که دخیل نمی شود با کسی دیگر، با کسی دیگر. فقط مردان چاپلوس شاید توانند که از یک ناارزنده یگان والا مقام سازند، اما مرد یک روی دارد. چون مرد از زن یکمش سلام آورد، از دویمش هم فقط سلام میبرد و همین سخنش برای من خیلی تاثیرگذار بود. چون زن یکم همسرش هم روز زبان است. اینها نو اسلام پذیرفته ها هستند. واقعا خب اگر سوالی باشد من و جهتی طبیعی بهترین بود خواهر سایمه جان، بهترین بود. چیز نکته های مهمی گفتید و باز همچون من هم میگم اینجا دیگر همچون یک محفل زنانه هم شده رفت. به فکرم باز مردها رو زیادتر گناهگار میکنیم در این جنگ و تلاش هایی که بین زنها میشوند، برای اینکه بسیاری ها در حقیقت یک چند خواهر در این باره شکایت کرده بودند که گفتن مشکلی اساسی ما در آن است که خبرکشی اساسی عجیب شوهرم است. یعنی خود شوهرم بعضی چیزها رو از من میآورد یا به او میبرد که دیگر جنگ و جنجال زیاد میشود. تشکر از آن که با ما بودید خواهر سایمه جان، همیشه در سر ما باشید. خیلی گفتن میخواستم یک بار بر ذهنم زد یک نکته. دنیا امسال رو من حساب نکردم، سال گذشته 11.5 میلیون نفر زن جوان زیاد بود. من از 50 بالا رو حساب نکردم. 11.5 میلیون نفر زن. اگر این 11.5 میلیون شوهر نداشته باشد، پس طبیعت او که مایل بر شوهرداری است، او باید چی کار کند؟ مگر اینها در کوچه باید بیراهه باشند تا طبیعتشون قانع باشد؟ نه، البته اگر یک مرد اینها را زن دوم میکرد، باز یک عائله نو میشد، باز یک عائله آباد میشد. و بعدا زن که 35-36 ساله شد دیگر و اینستینکت مادریش خیلی بالا میرود و برای اولین درجه فرزندانش هستند. هر قدر بسیار باشد با همانها آواره است. برای همسرش وقتی زیادتی جدا کردن نمیتواند. شوهر باشد و همین خصلت مردانه هست که دائما نیاز بر نوازش و بر اعتبار و بر سخن خوش و خوراک لذیذ و دارد. شوهر همیشه اعتبار میخواهد. همیشه مرد که 40 ساله شد از نو جوان میشود میگویند. زن در 40 سالگی دلش نبیره میخواهد، میخواد کودک بسیار باشد در کنارش. این جهت را هم خوب به نظر باید گرفت. این قانون‌های در زنهای تاجیک است، زنهایی که در 40 سالگی نبیره دار شدن میخوان. این نکته رو هم ذکر کنیم که در زنهای تاجیک است زیادتر این چیز. زنهای غیر تاجیکستان یعنی غیر مسلمان در روسیه و اوکراین و در همین خود ترکیه هم 40 ساله زنها میگن در عین جوانی هستم و هنوز دیگر من دارم جوانی رو طی میکنم. لیکن به هر حال خیلی صحبت خوب داشتید. از صحبتتان انشالله که هم فایده گرفتیم، هم تشکر از آن که با ما بودید و در رفت برنامه دیگر نگاه میکنیم به سوالهای دیگر و از خواهر سایمه جان تشکر به پایان و اظهار سپاس. بسیار می‌ندارم. و اینجا سوال دیگر به بخش سوالها میگذاریم. سوال دیگر: یک مرد سزاوار به بسیار زنی چگونه خصلت‌ها را باید داشته باشد؟ یک مردی که سزاوار به بسیار زنی هست، اول پیش از همه باید بداند که آیا در حقیقت او نیاز به زن دوم و یا سوم دارد یا نه. برای آنکه بسیار زنی در عین حال در خود شریعت کسی این رو اجباری نمیگوید. هر کسی که خواست میگیرد، هر کسی که نخواست نه. دوم پیش از همه یک انسانی باشد که با عدل شناخته شده باشد و نفری که در بین فرزندهای خود حتی عدل کرده نمیتواند، در بین دو زن هرگز عدل کرده نمیتواند. و چیز دیگر جسارت، یعنی بسیار زنی هم جسارت میخواهد که مردهای ترسو از وقتی که در حقیقت جسارت این کارو ندارن بهترش خود رو شرمنده نکنند، چون با دروغ‌های زیاد، با وعده‌های زیاد و این چنین با خلافکاری هایی که به اینش دیگر گپ به آنش دیگر گپ هم چهره خود رو سیاه میکنن، هم به جای ثواب گرفتن گناهگار میشوند. و حتی بعضی خواهرهای هستند که دو زن هر دو برابر همیشه شوهر رو دعای بد میکنند که از این روز خوبی ندیده ایم. دیگر سوال دیگر: در تاجیکستان اکثر مندها کدام ناحیه به کار فرستاده شوند временно تا همانجا هستند زن میگیرند، اما همین ها آدمای زن دوم داشتگی رو میبرند، محکومش میکنند یا محکمش میکنند. البته که این یکی از دیگر
جنایت های دیگر در تاجیکستان است که هر یک نفر دومی شاید کرسی نشین یا دیگر ها، حتی از آدمای عادی ترین هم، مهم این که مولا نباشد به گفته خودمان، یا مهم این که بسم الله نگوید، زنی دوم یا معشوقه دارد با او کسی کار نمیدارد، اما یک بیچاره مثل زید سعیدوف باشد که او در زمانش همسری حلال داشت، یا یک دیگر برادری که میگوید من زندگی حلال میخواهم و ازدواج حلال کرد، بسیار زنیگویان میبرند و دیگر محکمش میکنند که پروردگار به زودی خودش به داد مظلومان برسد و ظالمان را نابود سازد. سوال دیگر: به جنگ و جنجال عائله در کجا هست؟ این خواهر جبردیده همه مردها را مثل شوهری بدنفسش میداند. به این گپهایش راضی نیستم. اپا این خواهر ضد اسلام گپ زد. پیش از همه این خواهر ضد اسلام نه، ضد مردهایی که چنین رفتار دارند گپ زدن. و البته که درست میگوید که همه این مردها را به شوهر خود مقایسه کرده نمی شود. یعنی ما یک نفر را دیده کاملا یک مسئله مهمی بزرگ را حکم کرده نمی توانیم. آره، مردهایی هم هستند که در حقیقت ظالم هستند و زن گرفتن آنها هم یا برای آبرو یا برای اینکه فخر کردن یا برای چیز دیگر است، اما مردهایی هم هستند که جسورانه مردانه‌وار میگویند من یک زن یتیمدار رو میگیرم، یا یک خواهری که در کوچه مانده است به زنی میگیرم، یا یک خواهری که دیگر از تنهایی به داد آمد و کسی نیست که کمکش کند، هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ عاطفی من او را به عهده‌ام میگیرم و در عین زمان به همسر اولم هرگز ضرر نمیرسانم. و مسئله دیگر هم اینجا هست که خیلی زیاد علل خصوص نفرانی که کمی پولدار میشوند یا کمی آبرودار میشوند، اول شده همون پولداری خود را یا آبروی خود را میخواهند در زنها دیگر به دیگران نشان دهند که انا من پولدار شدم و دیگر زن گرفتم. و اینجا سوال دیگر باشد، یا نفر میگوید من خواب بینم دویم زن گرفتم، صبح به عائله‌ام نقل کردم، گفت که امشب اکنون خواب بینی طلاقش را ده. این زنها میمیرند و بسیار زنی راضی نمیشوند. همتونه یا همین خیر نیست میگویند. آره، همین خیر زنها هم هستند که در حقیقت برایشان مرگ آسان‌تر است از اینکه شوهرشان زنی دوم گیرند و حتی هم میترسانند شوهر را که زن گرفتی من خودم را چنان میکنم تو را چنان میکنم، فرزندانم را میسوزانم. و انمین گونه ترسانیدنی و تهدیدها سبب می شود که مرد آهسته حق یک جای رود دو زن دوم و سوم گرفته تمام عمرش پنهان زندگی کند. سوال دیگر: زنک ها بیشتر نبلگدر نمی شوند، دائم ندوال خودش توقع باشد، هم گپش زیاد غربتش هست، اکنون دویم زن گرفتی این دنیا را برایت دوزخ می کند. شاید نه همه زن ها چگونه که در بالا گفتیم خطاگی زنی خود یا خطاگی شوهر خود را بالای همه زن ها و همه مردها مانده نمی شود، برای آنکه در حقیقت در خود علل خصوص زنهای صبور تاجیک دیده می شود که به همه چیز صبر می کنند فقط به خاطر آنکه طلاق را از زبان شوهرشان نشنوند و چی به کمبغلی، چی دوری، چی از تمام خدمت هایی که حتی به گاو و گساله و تمام خیش و تبار شوهر میکنند فقط به خاطر آنکه در نکاح همین همسر خود بمانند. و اینجا عزیزان یک مسئله دیگری هم هست که در رفت سوال جواب به من زد. اینجا یک آیتی هست در قرآن کریم، الله میگوید و این امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیهما ان یصلح بینهما صلحا و الصلح خیر و احضرت الانفس الشح و ان تحسنوا و تتقوا فان الله کان بما تعملون خبیرا. اینجا الله میگوید اگر زن بترسد که شوهرش از او روی میگرداند یا شوهرش به او دیگر محبت نمی کند، در این وقت برای آنها گناه نیست اگر با هم صلح کنند. معنای آیت این است که گاهی می شود که پس از یک چند سال زندگی شاید به سبب اینکه زن الکی سن و سالش بالا شد دیگر میل به شوهر ندارد، یا اینکه به سبب آنکه شوهر دیگر می بیند که همسرش دیگر با او همسری کرده نمیتواند، اینها با هم مناسبتشان خنک می شود. در این وقت الله میگوید شرط نیست که شما طلاق گیرید،
شرط نیست که دیگر ما مثل پیشتره نیستیم، دیگر ما جوان نیستیم یا زنک من دیگر مثل پیشتره نیستم گویان نیت طلاق را کند. می شود که با هم صلح کنید. معنای صلح این است که زن به شوهرش میگوید من در نکاح شما باقی هستم، من مادر فرزندان شما هستم، نفقه شما بالای من است، یا اینکه من در اینجا با شما هستم، فقط مرا طلاق ندهید، می توانید زن دیگر گیرید، که در اینجا هم برای زن یکم ظلم نمی شود هم برای زن دوم. یعنی این زن به خاطر پیرانسالی یا نازا بودن یا یگون بیماری که دیگر با همسرش مناسبت پیشتر کرده نمی تواند در نکاحش بماند که الله این را میگوید و صلح و خیر. از طلاق گرفتن و جدا شدن همین صلح برای شما بهتر است و این گونه نمود صلح هم در زندگی خود پیامبرمان صلی الله علیه و سلم شده گذشته بود. و اینجا سوال دیگر، وشن پروگرام شما بسیار زنی هست. البته که شاید که شما خودتان وشن یگان چیز رو خطا ببینید، برای اینکه برنامه ما یا برنامه آستانه درباره تمام مسئله های مهم زندگی صحبت میکند. پیش از اینکه درباره سرسانه زنها بود این موضوع رو در این باره گرفتیم و اگر شما برایتان یگان مشکلی دارد، البته که کسی شما رو دعوت نکرد، برنامه آزاد است، دیدنش هم آزاد است، یوتیوب هم آزاد است، خواستید داخل شوید، نخواستید پناهتان به خدا، فقط زبانتان رو نگه دارید که به کسی زیانت یا زهرش نچکد. سوال دیگر، اپا شما باید یک زن دیگر رو به برنامه دعوت میکردید که جانبدار دو زنگی است. شما زیدها رو فقط به برنامه دعوت کردید. البته که شما هم شاید برنامه رو خطا فهمیدید، برای اینکه اپای سایمه صحبتی که کردن یگان چیز ضد دو زنگی نگفتن، برعکس هر چیزی که گفتن طرفداری بسیار زنگی بود. در این باره یگان چیزی هم نگفتن و البته دیگر خواهر در این باره ضد بودن. دیگر راستی زنی دیگر باشد گیری اجازت است اگر نکاح کنی. زنی دوم یا سوم یا چهارم فرق نمی کند، پنهانی زن گرفتن جایز نیست. اگر زنی یکم فقط نفهمد گفتید باکی نیست، اما در رفت توی یا مراسم توی حتما باشد باید اجازه ولی وجود داشته باشد و حتما باید شاهدها باشند و حتما باید توی اعلان شود. اگر فقط زن اول نفهمد که اگر فهمید خودش را دیگر نابود میسازد گفتید، اینجا یگان عالم شرط نکردن که حتما باید در ازدواج دوم خبر زن یکم وجود داشته باشد. و اینجا مسئله دیگری که در این برنامه گفته رفتیم، به این مسئله، یعنی انسان هایی که در حقیقت با بسیار زنی دچار شدند و مشقت زیاد کشیدن میگویند این چیز در عین زمان تطبیق کرده نمی شود، برای اینکه عقل ها دیگر شدند، زمانه دیگر شد، اخلاق دیگر شد. مردم زمان پیامبر نیستند، مردم آن عصر نیستند که به این چیز با نظر عادی نگاه کنند. ولیکن عزیزان، چیزی که من میخواستم بگویم، آخر ما با همون چشم عادی نگاه میکنیم به زنا، با چشم عادی نگاه میکنیم با معشوقه بازی، با چشم عادی نگاه میکنیم چقدر پیرمردهایی که خودتان تک به تک میشناسید با جوان دختر و رقاصه و سرودخوان و چیز دیگر رابطه های نامشروع دارند. چرا به اون چیزها یگان نفر یگان ضدیت نشان نمیدهد؟ نه از تلویزیون ها، نه از گازیته ها، از جای آن را جرم نمیدانند، اما یک مردی که برای عفتش، ناموسش و البته حفظ ناموس زن دیگر گفت من او را همچون معشوقه نه همچون همسر دوم قبول میکنم، با او میگویم این مسئله هست که حاضر زمان بند نمی شود. برای همین حتما باید بالای این نگاه کنیم. خود امام غزالی میگویند زمانی شده ایستاده است که تعداد زنها خیلی زیاد است، تعداد مردها کم شده ایستاده است. یا شما اجازه دهید که زنا زیاد شود، چون زن هم او دیگر یک انسان است، او هم نفس دارد، بیماری ها زیاد شود، معشوقه بازی و عشق عاشقی زیاد شود. یا شما اجازه بدهید که مردهایی که در حقیقت شرط دارد، عدل کرده میتوانند و شرایطش رو دارند، توانیش رو، جسارتش رو دارند، همسر دوم و یا سوم گیرند و دیگر پیش راهی همه این مشکلی ها را بگیرند. و چگونه که گفتیم برابری آن که قلبمون میسوزد به یک زن یکمی که شوهر من زن دوم گرفت و یک شب اینجا است یک شب آنجا است گویان گریه میکند، همون زنهایی که
آنها هم خودشان نخواستند و تنها ماندند، نخواستند و شوهرشان کشته شد، نخواستند و بیوه ماندند، نخواستند و طلاق گرفتند و آنها هم دلمان بسوزد که او هم حق مادری دارد، او هم حق همسر شدن دارد، او هم میخواهد در جامعه همسر فلانی، مادر فلانی گویان نام برده شود. و بدتر از همه در جامعه ما گویا که زنی دوم و معشوقه یا ببخشید یک بدراهه رو با یک چشم نگاه میکنند. گویا که زن دوم هم همان است، یک بیراهه که او از نکاح خبر ندارد و برای او نه عده و نه طلاق و نه شوهر و این چیزها هیچ ارزش ندارد. به هر نفر دوم دیگر راضی است، برابر میدانند که فلانی کی هست که زن دوم است، فلانی کی هست که یک بیراهه هست. و این باید باز با فکرهای وسیع‌تر نگاه کنیم، با چشمهای با بصیرت قلبی خود، با عقل خود نگاه کنیم که مسئله جدیتر از آن است که مسخره کنیم یا جدیتر از آن است که بگوییم که دیگر این چیز در حاضر زمان نمی شود. عصر 21 هست و این چیز را شما مانید، اکنون این کار راه نمی رود. و عجیبش هر کشوری که چه از مصر عرب باشد، چه از خود ترکیه باشد و خطا نکنم تونس، همین کشورهایی که دوزنگی رو جرم اعلان کردن پس از سال 1945 خودشان به یک مشکلی دچار شدند که در این کشورها هم زنا زیاد شد، هم نکاح‌های پنهانی زیاد شد، هم دیگر از عبث و از فحش و از بدراهگی ها زیاد شد که عادی‌ترین نفرش هم میگوید به جای این فحشی که الان رفته ایستاده است، همون دوزنگی رو یا بسیار زنی رو اگر قانونی کنن بهتر می بود. و اینجا به پایان برنامه می رسیم عزیزان، با امید آن که همه مسئله ها رو با عقل کوچک یا فقط با یک نظری تنگ نگاه نکنیم و با بصیرت و عموماً با فراگیری نگاه کنیم. شمایان را به الله یکتا می سپارم. همیشه صحت سلامت باشید و سعادت ابدی و آرامش ابدی که آن در قلب انسان می جوشد صاحب آن همه شمایان گردید. تشکر از آن که با ما بودید و با ما خواهید بود و بعداً برنامه های ما را پیگیری خواهید کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.